خرافاتی را که 40 سال در سلوک داخل شده، غیر از خیزک زدن، لباس پاره کردن، گلون شخماندن، غیر از هو به هیچ ذکر از کار مسنونه ای فرصت نداره. اگر بگوی که نمی کار تو صحیح نیست، میگه این تاریخ کهنی داره. نه، فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. هر کس از پیش خود مفتی است. هر کس از پیش خود مفتی است. با یک خواندن شروط الصلاة به کسی تن نمیته، با یک خواندن درة الناصحین به کسی تن نمیته. به ایمان بگو اصل نیست. حتی عوام هم مجتهد است، تکثیران، زمیندار، چوپان هم مجتهد است. اردوکت به خطا هستی، یکت به افراد رفتی، دیگه به تفرید رفتی. ناگزیر هستیم که وقتی میاریم از قول صحابه که حاضر نبوده باز نشد. بس از این خاطر رسول خو نگفته که جابر نبود، رسول خو نگفته که جابر نبود شما گپ زیر نگیرین. ناگزیر، ضرور بی ضرور تو حتما اتباع از کسی میکنی، یا شمس دین ذهبی یا از کس. خب سرانجام قضیه دم آخرت چی دارین؟ دم آخرت مثلا مس جراب عادی جایز است، نماز با می مس جایز است، شستن پای فرض نیست. مثلا از خون بدن وضو نمیشکنه، بالکل وضوی تو صحیح است. روز قیامت الله از تو پرسان میکنه که تو یک عمر پای ناشسته نماز خواندی، سر جراب مس کردی، چرا؟ بگو به من یک آیت و حدیث. حدیث ترمذی را میگی، حدیث رسول زنده میشه در قیامت میگه ای از من نیست، و چنانچه که هم نیست. حدیثی را که مربوط به مس جوربین است قطعا مجروح است، بالکل از درجه ساقط است. اگر به ست جهان یک برادر غیر مقلد صحیح ثابت کرد، من با پای دار استاد هستم، چلنج میتم. حتی عبدالرحمن مبارک فوری شخصیت از غیر مقلد است، بالای ترمذی شرح دارد تحفة الاحوزی، به اسناد قاطع حدیث از درجه کشیده، به اسناد قاطع از درجه کشیده که حدیث از رسول الله نیست. پس این هم خون نشد. خون از بدن حضور نمیشکنانه، در قیامت از تو پرسان میکنه میره به تو کی گفت؟ بس چرا حرام حلال حلال حرام کردی؟ جوابت چی است؟ آخرین جواب تو چی است؟ آخرین جواب تو چی خواد بود؟ بگو یک جواب خمیال تیار بگی پیشت. تو خود مجتهد هستی، میگه من از قرآن و حدیث کشیدم، الله برات میگه تو اینجا خطا هستی، در قرآن و حدیثی گپ نیست. بازم روز قیامت جوابت چی میگی؟ جوابی که در برابر خدا تیار کردی که به پای ناشسته سر جراب مس نماز صحیح است، جوابی که تیار کردی که از خون از بدن وضو نمیشکنه، امیر بگو که جواب تو چی است؟ تو خود مجتهد هستی، از کسی نقل قول نکو، تو خود مجتهد هستی خودت. نه از امام بخاری از اینا نکو. چرا؟ ما عالم میگم براتون که چرا. فقط تو میگی از قرآن و سنت میگیریم. تو یک عمر به وضو نماز خوندی، یک عمر وضو نداشتی نماز خوندی، حرام خدا را حلال، حلال خدا را حرام کردی. تو امیر از کجا کردی؟ این تو خود تیار جواب نداری. اگر داری بفرما، اما ما داریم، ما جواب خود تیار کردیم. روز قیامت الله از ما پرسان میکنه چرا به قول امام ابو حنیفه اینی چیز حرام گفتی، این حلال؟ چرا بالای جراب مس نکردی؟ چرا از خون وضو کردی؟ ما در جواب خواهیم داشت به یاری الله، میگیم الهی فاسالوا اهل الذکر. این رقم میگیم الهی انی لم اکن مجتهدا اجتهد من القرآن و السنه. من در دنیا مجتهد نبودم که از قرآن و سنت بگیرم، بل من بودم یک مرد عادی. و انت قلت فی القرآن فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خودت گفته بودی که از اهل علم پرسان کو اگر نمیدانستی. وقد عرفنا امام ابی حنیفه انه عالم مجتهد. ما شناختیم که امام ابی حنیفه عالم بود. فسألنا منه و ان لم اکن ملاقیا له، اگر و ان لم اکن معاصرا له، اگرچه معاصرش نبودم، ولکن طلعت کتبه، کتابایش خواندم که شخصیت علمی است. فلهذا سألنا من کتبه، از کتابایش پرسان کردیم. فوجدنا ان هذا فرض و هذا حرام، ما یافتیم که این فرض است این حرام. فتبعنا، تو خودت گفته فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. این حال ما خدا به تو تسلیم کردیم، جهنم میری، جهنم میبری یا دوزخ میبری، ما را جنت میبری، کار تو است. صرف ما با مأموریتی که شما به ما داده بودین فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون و عمل کردیم. این حال دیگه از بالا ما نمیدانیم. خواب استی بیدار، جواب آخرت تعیین کردی نکردی، از امیال به مذوق خود ما میره گرفتیم. اگر باز هم دایی برداشت ما خطا بودیم، از الله معافی میخوایم. اگر شما میگین که
او مجتهد خطا بود، مجتهد خب معصوم نبود. مجتهد معصوم نیست که هر گپی و حلال حرام گفت و گرفتی. در جواب میگم که در عدم معصومیت از صحابه ایسو همه مشترکن، از صحابه ایسو همه مشترکن. شخص معصوم خو نبی بود رفت، صحابه هم خو معصوم نیست. در عدم معصومیت صحابه هم معصوم نیست. وقتی که شمس الدین ذهبی میگه این حدیث صحیح است، معصوم نیست، خطا را صحیح گفته. امام بخاری میگه این حدیث خطا است، معصوم نیست، او خطا صحیح را خطا گفته. در عدم معصومیت فما هو جوابک فهو جوابنا. اگر این رقم میگی، اگر میگیم که مجتهد خطا میشه، بله مجتهد خطا میشه، حقم است. مجتهد خطا شدم ثواب داره، اگر نشدم او خودش ثواب خود میگیره. ما که مجتهد نیستیم فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اینک بحثای رد افراطگرایی است. کسایی که نمیخوان پایبند مذهب باشن، پایبند اتباع باشن، از یک مجتهد، از یک عالم دین شناس، یک مجتهدی که فهم دین داره، درک دین داره، از ته دل درد و عقیده به دین داره و عمل به دین داره، به دیگران دین رسانده، از همچون شخص کسی نمیخواد اتباع بکنه، سرانجامش به این خرابی ها میکشه. خودت متوجه باش. جناب ابن عابدین گفته هر کسی که اتباع از مجتهد نکنه گمراه هست. برادران غیر مقلد بسیار خفه میشن، بسیار خفه میشن. خفه نشون، یقینا خرابی میشه، یقینا خرابی میشه. چرا؟ اگر از شخصیت ها نقل کنن، از شمس الدین ذهبی خب پس او چی نشد؟ مجتهد نشد. از خودش مسئله از قرآن و حدیث بکشه، واقعا خراب میشه، زندگی خراب میشه. بلند بگو میشه نمیشه. ما در این خوردن های حرام، در این شرایط خراب، در این شرایط فساد، ما نمیتونیم به اون مرحله که از قرآن و حدیث مستقیما بله حکم بکشیم. بله دروازه اجتهاد بند نیست. میشه شخصیتایی را الله خلق کنه که مجتهد باشن. ما و تو نیستیم، این قرار میفهمیم. چرا؟ علم خود انسان به خود انسان حضوری است. علم خود انسان به خود انسان حضوری است. من و تو نیستیم، این قرار میفهمیم. دیگه شنه میفهمیم. دیگه دروازه رحمت الله به پیش زو باز است. خواب است بیدار. از این خاطر دوستای عزیزم، این بحثای افراطگراییش بود. بحثای تفریطش، هر کس از پیش خود مفتی است. هر کس از پیش خود مفتی است. با یک خواندن شروط الصلاة به کسی تن نمیته، با یک خواندن درة الناصحین به کسی تن نمیته. به ایمان بگو اصل نیست. حتی عوام هم مجتهد است، تکثیران، زمیندار، چوپان هم مجتهد است. یک عالم 30 سال تحقیق کرده با اسناد قاطع از قرآن، از حدیث، از خیر القرون، از شخصیت‌های دیوبند، از شخصیت‌های کراچی نقل قول میکنه که مراسم میلادی در دین جای نداره. نه عوام میپذیره، نه امام مسجد میپذیره، نه چوپان، نه زمیندار. میگه اینمی ملا خطا است و در عین حال یک بدگمانی میکنه که آله دست دیگرها است، مجری برنامه دیگرها است. به ایمان بگم این فتوا را میته نمیته؟ میتنی. پس این دین نیست. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقتی که نمیدانستی از اهل علم پرسان کو. این هم دین نیست. خرافات را که 40 سال در سلوک داخل شده، غیر از خیزک زدن، لباس پاره کردن، گلون شخ ماندن، غیر از هو به هیچ ذکر از کار مسنونه ای فرصت نداره. اگر بگوی که نمی کار تو صحیح نیست، میگه این تاریخ کهنی داره. نه، فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. بری از اهل علم. اگر از آیت دلیل میگیری، اقسام تفسیر، مثلا از آیت یک حکم ثابت کردی، سعی کو با دیگه آیت، با حدیث، با قول صحابه، با قول تابعین، با می وضع لغت، با می 5 تفسیر برابر است یا نه؟ اگر با می 5 تفسیر برابر بود خوب، نبود گپی تو ما نمیگیریم. مثل که ثبوت میلادیت از ما ارسلناک قل بفضل الله، با کدام معنایی که تو از این آیت استدلال میکنی؟ نه خدا گفته، نه رسول الله گفته، نه اصحاب گفته، نه تابعین، نه تبع تابعین. به ایمان بگم تو راست یا نیست؟ هر خرافات هم دین نمی شود و هر کس هم مجتهد نمی شود. ما به سطح جهان چلنج میتونم. هر خرافات دین نمیشه، به خوب گفتن من و تو خوب نمیشه تا که دین خوب نگویه. و هر کس هم مجتهد نمیشه. بیخی بیغم باش. ارجاع است. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. امت به 2 بخش تقسیمن. علمای ثقه مورد اعتماد، کسایی که عالم نیستن، هستن ثقه نیستن، اعتماد به اون نیست. این امت تقسیم است.
شخصیت های علمی شخصیت هایی که علم بود ندارن، آن که بود علم ندارد با شخصیت هایی که مورد اعتماد هستن از او بگیرن. اگر زنده است از زندهش بگیره، اگر زنده نیست از کتاب مرده بگیره. بدون شک بدون یزی تقسیم امت به همین شروع است. فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خواب است بیدار. پس امو برادری که ما قصه کردم براتانی، در مکه معظمه یک برادر از ما کسی پرسان کرد یک مسئله، بعد برادر گفت که آیت و حدیث هست. ما گفتم قول مجتهد است. گفت مانند ما و شما او هم یک انسان است. ما گفتم یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، در دین غلو نکو. 1400 سال بعد مانند خیر القرون شدن غلو است. چرا اونا خیرکم قرنی هستند. پیامبر شهادت داده که 3 قرن عادل است، اما من و شما خو 1400 و چند سال بعد هستیم. غلو است یک مسئله. دوم مسئله، ما خو از قول مجتهد گفتم که همین مسئله می رقم است. تو از آیت و حدیث بیار که نیست. تو از آیت و حدیث بیار نیست. بسیار گپای بیادبی زد. سرانجام گفت که والا ابن باز رحمت الله علیه تو میگه، ابن قیم این رقم میگه، فلان این رقم میگه. ما گفتم رفیق گپ ما تو خلاص شد. نه ابن باز گپش قبول میکنم نه ابن قیمه. گفت چرا؟ وی ما گفتم تو گپ امام ابو حنیفه را قبول نمیکنی، ما از اینا را گپ ما تو قرآن و سنت. گفت امام بخاری چنان میگه. ما گفتم بخاری را قبول ندارم. گفت دیروز تو در بیانت نگفتی که اصح الکتب بعد از قرآن بخاری است. ما گفتم دیروز بودی امروز است. امروز گپ خراب است. گپ غیر از قول خدا و رسول دیگه کس گپ قبول نمیکنم. دیگه از ما تو خلاص شد. گپ آلی در جنجال پیش شد. دیگه نالی آمده گپ هر کس که قبول نکنی باز خرابی شروع میشه. دیگه خرابیش اگر عدم اسمت است همه مشترک است. متوجه هستین یا نیستین؟ اگر اتباع و پیروی تو از یک کس است ما از کسی دیگری. دیگه به هر صورت فیصله ما و شما امیست. هر چیز به منابع دین خوب و بد میشه. منابع دین چند تاست؟ بگو. قرآن، سنت، اجماع. در واقع یک تاست. در واقع چند تاست؟ هر چی با قرآن سازگار نباشه قبول است. شما 10 حدیث به دلیل مخالفت با قرآن رد میکنی نمیکنی؟ بگونی اجماع خلاف قرآن قابل قبول است. شرط قیاس هم است که با قرآن چی نباشه؟ مخالف نباشه. پس در واقع اصل ما چند تاست؟ یک تاست. اینمی یک اصل با ما میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه. چی ثابت میشه؟ سنت. امی اصل میگه و یتبع غیر سبیل المؤمنین. با ما چی ثابت میشه؟ اجماع. امی اصل میگه فاعتبروا یا اولی الالباب. با ما چی ثابت میشه؟ اجتهاد. پس از این خاطر یا یستنبطونه که گفتنی اگر رد میکردن و استنباط میشد. به هر صورت اصل در واقع یک تاست، با تفصیل 4 است. استحسان و فلان و استصحاب اونا جزیات از ایناست. پس اصل منابع 4 است. دیگه ما بعد از این خوب گفتن و بد گفتن نداریم. هر خرافات و بدعات را به فکر و میل خود دین خواندن کار صحیح نیست. اگر ما خودم مذهبی بگیریم چنانچه بنام هستیم، ما قسم خوردیم که حنفی براستی را ما نیافتیم. علمایی که مشنون از ما خفه نشون، ولو اساتذه کرام باشن خفه نشون. خودم تا هنوز حنفی نمیبینم. تا هنوز خودم صحیح حنفی نشدیم. چرا؟ امام ابو حنیفه کدام کاری را که کرده دروغ نمیگفت، دغل نمیگفت، بدعت انجام نمیداد. ما دروغ میگیم، دغل میگیم و حسد داریم، کینه داریم. کم کم در خرافاتم به مجبوریت میریم که ولای مقتدی خفه میشه، اینش در مدرسه کمک میکنه خفه میشه، بیا بریم عالمی خرافاتم باشه هرچی باشه. پس ما خودم حنفی نشدیم. ما تا هنوز حنفی واقعی را در سرزمین ندیدیم. بنام معنوی از وی دو باشد، جمله دیگر لفظی ان. با توجیه نکنید که خودش گفت که من حنفی نیستم. نه، هرچی زور میزنم بر رقم ابو حنیفه عمل درست نمیشه. دیگه به این اساس به این خرافات چوکی های قطار فاتگیری که ما میریم در کدام جای امام ابو حنیفه رفته؟ دیگه به این اساس دوست عزیزم حنفیت واقعی خورا پشت کارش، اما تحقیق علمی خود خلا عقل بکنیم که امام صاحب چی میخواست امام ابو حنیفه. دیگه ما نیافتیم. هیچ خفه نشون. اگر گفت که من حنفی هستم، اگر هر قدر عالمی بزرگ بود ریشش ماچ میکنم به معذرت میگم تو ما که تو 3 روز زندگی میکنم زیاد نه، باز همین نکات زندگی از این نوت میگیرم. عینی بعد در ختم 3 روز میگم یعنی مخالفتت به امام ابو حنیفه صاحب خفه نشو، خلاف ابی یوسف، تو استاد بزرگ ما، من شاگرد کوچک شما، این مخالفتات به امام صاحب شاگردایش ما رفتم، حنفی نیستی صاحب. دیگه به این اساس اگر میگی هستم، نبودن یک گناه، ادعا دوم گناه.
دیگه میرسین یا نمیرسین؟ من اعتراف دارم که در جزئیات زندگیم مجبوراً یا مصلحتاً کاری از من صادر میشه که امام ابو حنیفه نمیپذیره، اما را به حیث گناه قبول کرده. بگو به حیث چی؟ به حیث چی؟ شما در نظرتان حنفی واقعی هستین؟ به بالله اگر باشین حنفی واقعی انگوری مسجد خورده درون مسجد دانش میاندازه، پدرش هم نمیکنه کار دیگه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زندگیش میارن که یک گوسفند دزدی شده بود، 7 سال گوشت گوسفند از قصابی نخرید، دیگه گوشت میخورد. گفت نشو همون برابر شوه. امام ابو حنیفه او رقم بود. خداوند خودش رحم کنه. این قتل و قتال و بی‌حجابی و بانک سود و فساد و شراب، تو دانی خدای تمینا مذهب است؟ ولکه ده هیچ دین اسلام باشه، ده هیچ دین اسلام نیست. مذهب خوب بمان. تو دانی خدای دروغ زیاد میگیم یا راسته؟ حسد زیاد داریم یا که مهربانی را؟ بگو نی؟ بخل ما زیاد است یا تواضع ما؟ کبر ما زیاد است یا تواضع ما؟ کجای ما در امام ابو حنیفه است؟ کجای ما برابر است؟ کجای ما برابر است؟ این یک گپ مفت است. یک گپ مفت است، از بر قشلاق میگه. سر منبر که میبره امت یکسره کافر میگه خودش مسلمان است. این کدام جای مذهب است؟ نه خرافات میپذیرم نه افراد گرایی را میپذیرم. حد اوسط و کذالک جعلناکم امه وسطا. امت به دو دسته تقسیم است. جاهل قضیه را معالم ارجاع کنه. هر عالم نه، عالم ثقه یعتمد علیه، خودش اعتماد نبود برش، از معتمد نقل کنه بر ما، از معتمد نقل کنه قابل قبول است. اگر خودش هم قابل قبول است و معتمد همون میپذیره، دیگه با زندگی اونم رقم است که خودت میفهمی. خواب است بیدار. مسلم ثبوت میگه و اما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه. بگی میدان پورا کو. کسی که با پیروی یک مذهب شد باید او قول مجتهد بیاره، در هر گپ مجتهد بیاره. نه گمان خودش دلیل میشه نه گمان مجتهد دلیل میشه. بگی میدان پورا کنالی. در هر مسئله قول مجتهد بیار. برادرای سلفی ما میگن که این عبارت صحیح نیست. چرا به قرآن و حدیث ارجاع نمیکنی که قول مجتهد میگی؟ این هم یک کمک برداشت خطا است، زیرا امام ابو حنیفه یک قولش با ای است و اما المقلد فمستنده قول مجتهده. قول اضافت مصدر است، سر مجتهد سر ضمیر، اضافت استغراقی است. تمام اقوال مجتهد باید بفهمی. یک قولش ای است فترکو قولی بکتاب الله، فترکو قولی باقوال رسول الله، فترکو قولی باقوال اصحاب رسول الله و بعد هم رجال و نحن رجال. قول مرا در مقابل خدا ترک، در مقابل رسول الله ترک، در مقابل اصحابش ترک کو. پس بازم گپ شد و اما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه. در گپ میرسی یا نمیرسی؟ بلند بگونی. پس از این خاطر این برادرهایی که صدها بوجی خرافات را به نام این و آن در حلقات تصوف و تزکیه داخل کردن، در مراسم عرس و غیره، بگو یک قول امام میخوایم و اما المقلد فمستنده قول مجتهد. اول با ما بگو که پیرو هستی یا مجتهد. اگر مجتهد هستی تو خیر است، خطاییت هم الله میبخشه. اگر نه که مقلد هستی قول مجتهد میخوایم، غیر از قول مجتهد. از قرآن میگه، از حدیث میگه، صحابه قول مجتهد در کار است. تو خودت بیچارگک چیزی نیستی. آل سرت خلاص شد یا نشد؟ به خاطر از که در میان خود تو جوان امیالی که در حلقه میشیشتی، یک طرف فکر خرافی داری، یک طرف هم فکر دیگه داری. این گزارشات که من مستند کردم با اینی تو کل عمرت که به همین دو تحقیق رد کردی، ما به حضور رسانه خطایی خود اعلان میکنم. چون جمع کردگی 26 ساله است که برداشت از متن دین قرآن از داشته های شخصیت های غیر مقلد هم برداشت اینمیست که خدمت شما ما عرض کردم. اردوکت به خطا هستی، یکت به افراد رفتی، دیگه به تفرید رفتی، دیگه در مجالس مشترک زن و مرد نرو، دیگه سم سیده مسلمان شو. فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کنین اهل ذکر اگر شما هستین که نمی